مجدد دارم به همه کاربران عزیز وبسایت آیتی پرو قسمت 31 از مجموعه آموزشی کامپتیا نتورک پلاس ما اختصاص داره به یک مبحثی به نام Well Known Ports. میدونم اونایی که با من اومدن دوره رو جلو میدونن که در قسمت فایروال که ما خواستیم راجع به مفاهیم فایروال توضیح بدیم راجع به Well Known Ports صحبت کردیم. حتی گفتیم که تو چه فایلی توی ویندوز وجود داره، شما شماره این پورت ها رو باید بدونید. ولی خب توی این ویدیو ما به صورت اختصاصی راجع به این صحبت می‌کنیم دیگه. نمیخوام الان دونه دونه شماره پورت ها رو بگم، فرض رو برمی‌گم که بدونید. من راجع به چند تا فرآیند دیگه می‌خواستم صحبت کنم. یکی راجع به یه مبحثی به نام TCP/IP هندشیک میخوام صحبت بکنم، راجع به یه مفهومی به نام Application Layer Services یا Application Layer Protocols میخوام صحبت بکنم و Layer 4 Protocols یعنی پروتکل های لایه 7 و پروتکل های لایه 4 رو میخوام به شما بگم و اینکه چرا ما میگیم مثلا یه سرویسی از نوع پروتکل TCP استفاده میکنه، یه سرویسی از نوع پروتکل UDP استفاده میکنه. اصلا مفاهیم TCP UDP رو امروز میخوایم با هم بررسی بکنیم. پس با ما باشید. در نهایت میخوایم یه کارگاه عملی هم داشته باشیم، اینکه من یه آدرس IP دارم، یه وبسایت دارم، یه سرور دارم، میخوام بدونم از بیرون شبکه چه سرویس هایی داره ارائه میشه، با درک اینکه در واقع بیام یه اسکن بکنم از پورت های موجود روی اون سرور و با توجه به پورت هایی که روی اون سرور باز هستن متوجه میشم که اون سرور چه سرویس هایی رو داره ارائه میده. میدونم که یه مقدار ابهام داره این ویدیو، سعی کنید یه مقدار با من بیاد جلو. فکر میکنم ابهامتون کم بشه. الان توی در واقع اسلاید هایی که میخوام بهتون توضیح بدم یا اون نقاشی هایی که میخوام براتون بکشم حتما این مفاهیم براتون جا میافته. پس ما با باشید تا بریم توی در واقع صفحه پینتمون و ادامه ماجرا رو داشته باشیم. خب بچه فرض کنید که من یک کامپیوتر دارم اینجا. این کامپیوتر میخواد از سرویس وبی که روی سرور 2 وجود داره استفاده بکنه. خب ما ارتباطش رو از طریق فایروال و روتر برقرار کردیم. توی قسمت well known ports که صحبت کردیم قبلا گفتیم که مثلا کامپیوتر 2 میخواد از سرویس وب یا در واقع HTTP استفاده کنه روی سرور 2. سرور 2 هیچ درکی نداره که درخواست شما چی هست، ولی وقتی که متوجه بشه که شما درخواستتون روی پورت مثلا 80 ارسال کردید متوجه میشه که درخواست شما از طریق پروتکل HTTP هستش. یا اگر درخواستتون روی پورت 53 بیاد خب مثلا متوجه میشه که این درخواست برای سرویس DNS است. یا اگر مثلا درخواست شما روی پورت 443 ارسال بشه متوجه میشه که مثلا شما سرویس SSL یا HTTPS رو درخواست دارید. اما اینو دیگه خوندیم قبلا، با هم خوندیم. اینو میگن پورت های از پیش تعریف شده. کامپیوترها در قالب پورت ها متوجه میشن که در واقع ما با کی کار داریم. یه مثال ساده تر بخوام بذارم راجع به اینکه مفاهیم پورت چیه. شما میرید در خونه یه نفر رو میزنید و مثلا یه نفر رو کار دارید. خب میگید با محمد کار دارم. خب اینکه با محمد کار دارم اوکی، یه آدرس IP از محمد، اما اینکه چه کاری با محمد دارید میشه شماره پورتتون. مثلا من میگید که من از محمد طلبکارم، پولمو میخوام. خب این میشه نوع درخواست، نوع سرویسی که از محمد میخواید. خب پس طلبکار بودن اینجا مثلا یه شماره پورته. ما هم اینجا دقیقاً وب رو مثلا با HTTP مشخص میکنیم. DNS سرویس تبدیل S به IP به اسم هست و SSL پروتکل رمزگاری هستش. خب راجع به این قبلا صحبت کردیم، اما نکته جالب اینجاست که ما هر کدوم از اینها رو که میخوایم بفرستیم میگیم که این پروتکل از نوع TCP یا مثلا این پروتکل از نوع UDP. این یعنی چی؟ خب این رو میخوایم با هم بررسی بکنیم امروز که یعنی چی TCP یعنی چی UDP یعنی چی. اصلا بحث امروز ما راجع به اینه، وگرنه راجع به پورت ها قبلا صحبت کردیم، بحث فایروال خیلی دیتیل رفتیم. قبل از اینکه بخوایم بریم جلو من یه مقدار فونتش هم بزرگتر کنم که تو چشم بیاد. از این قدیما از این فونت های بزرگ انتخاب بکنیم. ما یه بحثی داریم به نام Application Layer Services یا اگر دوست داشتید بخونید میتونید Application Layer Protocols بخونید. پروتکل های لایه 7 لایه اپلیکیشن هم دیگه OSI مدل رو بلد هستید. خب
تا حالا یاد گرفتیم که پروتکل‌ها 99% در لایه اپلیکیشن بالاترین لایه کار میکنن، اما بدونید که بعضی از پروتکل‌ها در لایه‌های واسط هم کار میکنن، اما پروتکل‌ها خیلی به ندرت هستن. نوع ارتباط ما رو تعریف میکنن، نوع ارتباط. لایه هفتی ها نوع سرویس رو مشخص میکنن، لایه چهاری ها نوع ارتباط رو مشخص میکنن. خب میشه من اینجا اسم میگم ترانسپورت لیر پروتوکلز. خب پروتکل لایه 4 یا لایه ترانسپورت. خب نمیگم ترانسپورت لیر سرویس ها بچه لایه 7 هستن. سرویس وب، سرویس دی ان اس، سرویس دی اچ سی پی، سرویس مثلا ایمیل، هر جور سرویسی که شما در نظر بگیرید لایه 7 است. اما توی لایه 4 ما نوع ارتباطمون رو تعریف میکنیم. یعنی اینکه اینجا تعریف میکنیم، میگیم کانکشن ما از نوع در واقع کانکشن اورینتد باشه یا کانکشن لس. حالا الان میخوایم این دوتا رو تعریف کنیم. این دوتا واژه یعنی چی؟ کانکشن اورینتد، کانکشن لس. بچه ببینید، ما زمانی که میخوایم فرض کنید که یه سرور داریم، خب میخوایم یک کلاینت درخواستی رو میخواد برای این بفرسته. وقتی که میایم در حالت عادی درخواستمون رو بفرستیم، خب یک در واقع معیار برای خودمون داریم. یا معیارمون سرعت هست، دو تا معیار برای نوع ارتباط وجود داره. یا سرعت رو میخوایم، خب، یا دقت رو میخوایم. دقت میشه چی؟ بچه به انگلیسی من نمیدونم در واقع دقت چی میشه. دقت بذار فارسی بنویسم لاغر یادمون نره. دقت واقعا نمیدونم واژه انگلیسیش چی میشه. یا سرعت برای مهمه یا دقت. اوکی، اینجاست که ما تعریف میکنیم کانکشن اورینتد یعنی چی، کانکشن لس یعنی چی. بچه پروتکل ها به صورت در واقع کلی نوع ارتباطاتشون دو نوع هست، یا کانکشن اورینتد یا کانکشن لس. ترجمهش این میشه، کانکشن اورینتد میشه اتصالگرا، کانکشن لس میشه عدم اتصالگرا. حالا یعنی چی؟ اینو بذار الان روی شکل میگم براتون. خب فرض رو برای میگیرید که من میخوام به در واقع سرورم متصل بشم. در پروتکل‌هایی که از نوع کانکشن اورینتد یا اتصالگرا هستن 3 مرحله داره کار ما. خب یعنی یه درخواست میدیم و به ازای هر درخواست یک تاییدیه میگیریم. یعنی سند میکنیم، دریافت میکنیم، در واقع تاییدیه میگیریم که دریافت شد یا نه. خب اصطلاحاً به این کار میگن اکنالج گرفتن یا تاییدیه گرفتن. اکنالج گرفتن. اکنالج یعنی تاییدیه گرفتن. شما به ازای هر پکتی که میفرستید از سرور در واقع تاییدیه میگیرید که اون بسته اطلاعاتی رسیده یا نه. مثل اینکه شما مثلا فرض رو برای میگیرید که 10 تا توپ تو دستتونه و محمد نصیری جلوت نشسته. هر 10 تا توپو دونه دونه میندازی. توپ اولو میندازی، توپ اولی که انداختی به محمد میگی محمد رسید دستت، توپو میندازی به محمد، ازش میپرسی، میگی محمد رسید دستت، میگه جواب میده آره رسید. اگر نرسیده باشه مجددا توپ دیگه ای رو پرت میکنه، همون توپ رو برمیگردونه بهش. اوکی؟ خب اینو بهش میگن اتصالگر. مطمئنی که دونه دونه بسای اطلاعاتیت به مقصد رسیده، به این میگن کانکشن اورینتد. دقت بالایی داره، مطمئن میشه که دونه دونه اطلاعات رسیده. زمانی که شما دقت براتون مهمه، کجا مثلا شما بعضی اوقات میخواید یه نرم افزار رو انتقال بدید. بچا نرم افزار رو وقتی میخواید دانلود بکنید، آپلود بکنید، اگر یه بیت از این نرم افزار بعضا دچار اشکال باشه، اون نرم افزار ممکن اصلا کار نکنه. پس اونجا دقت مهمه. اما یه جایی از سرعت برای ما مهمه. یعنی همین سیستم رو در نظر بگیرید. خب من درخواستم رو این بار میفرستم و پشت سر هم درخواست ها رو میفرستم. یعنی اینکه همون توپایی که در نظر گرفتید خب میفرستم، مرتب میفرستم، سرعت ارسال من بالا میره، تاییدیه نمیگیرم، تاییدیه به ازای هر بسته اطلاعاتی نمیگیرم. همون توپا رو در نظر بگیر، برای محمد میخوای بفرستی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا توپ پرت داری به سمت محمد. اوکی؟ سرعت ارسالت بسیار بالا میره. خب اما دقتش کمه، ممکنه این وسط یکی از توپا به مقصد نرسه. کجا استفاده میشه بچا؟ جایی که دقت مهمه رو گفتیم مثلا انتقال یه نرم افزار تحت شبکه.
جایی که سرعت مهمه، مثلا شما توی یوتیوب، توی آپارات، توی وبسایت های اینجوری میخواید ویدیو ببینید، اگر یه دونه از این پکتات نرسه مهم نیست. چرا؟ ممکنه یه خش بیفته رو ویدیوت ولی ویدیوت کلا اجرا میشه، سرعت براتون مهمه. خب پس زمانی که سرعت مهمه از پروتکل های کانکشن لس استفاده میکنیم، زمانی که دقت مهمه از پروتکل های کانکشن اورینتد. بچا واژه های دیگه ای هم به اینا در واقع اختصاص میدم. به پروتکل های کانکشن اورینتد یا اتصالگرا ریلایبل هم میگن، قابل اعتماد. پروتکل های کانکشن لس unreliable هم میگن. خب حالا ما وقتی که راجع به پروتکل TCP صحبت میکنیم، TCP مخفف Transmission Control Protocol هست. این معروف ترین پروتکلی است که در لایه 4، دوباره می نویسم TCP Transmission Control پروتکل کنترل انتقال. خب این از نوع کانکشن اورینتد هست. اما UDP که مخفف User Datagram پروتکل هست، این عدم اتصالگراست. هر موقع دیدید مثلا دارید سرعت بالایی رو تجربه میکنید، مثلا دارید ویدیو میبینید، بدونید که دارید از نوع UDP استفاده میکنید، و هر موقع دیدید که مثلا دقت بالایی دارید از TCP استفاده میکنید. به خاطر همین است بچه‌ها الان شما درک میکنید که وقتی که من میگم مثلا درخواستم برای HTTP از نوع TCP هست یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی من دقت توی TCP برای من مهمه، دقت توی پروتکل وب برای من مهمه. اینجاست که متوجه میشید چرا بعضی از پروتکل‌ها از نوع TCP استفاده میکنن، بعضی UDP استفاده میکنن. یا مثلا وقتی میگیم DNS هم TCP میتونه استفاده بکنه هم UDP در شرایط مختلف. خب یا مثلا پروتکلی به نام IP. خب حالا IP رو اینجا استثنا نمیشه، IP رو بنویسیم. IP کلا یک پروتکل UDP هست، سرعتش بالاست. اوکی، خب این تو ذهنتون داشته باشید، ما این رو هم گفتیم. اما یه نکته رو بچه معمولا حتی تو کتاباتون هم ننوشته، جالبه. میاد میگه کلا TCP به ازای هر بسته اطلاعاتی تاییدیه دریافت میکنه، UDP به ازای هر بسته اطلاعاتی تاییدیه دریافت نمیکنه. من این اشتباه رو تصحیح میکنم. بچه‌ها وقتی که شما از TCP استفاده میکنید اصطلاحاً per packet acknowledge دریافت میکنید، یعنی به ازای هر بسته اطلاعاتی تاییدیه دریافت میکنید. اما وقتی که راجع به UDP صحبت میکنید درسته به ازای هر بسته اطلاعاتی اکنالج یا تاییدیه دریافت نمیکنه، خب اما تاییدیه دریافت میکنه به ازای هر سشن، تاییدیه دریافت میکنه per session acknowledge داره. خب پس اگر کسی اومد گفت مثلا UDP اصلا اکنالج نداره، اشتباهه. UDP هم اکنالج داره اما به ازای یک سشن. کل توپا رو که انداخت آخرش میپرسه خب چند تاش رسید چند تاش نرسید. اما توی TCP چیکار میکنه؟ همون لحظه میپرسه که چی رسید چی نرسید. بچا پروتکل TCP به صورت کلی یک اقدام 3 مرحله‌ای داره برای اینکه ارتباطش رو به صورت درستی بتونه برقرار بکنه. بذارید من این 3 مرحله رو براتون بکشم اینجا. خب کنترل زد رو بزنم، بذار اینجا اینو ببرم. خب اگر این کلاینت باشه، این سرور ما باشه، پروتکل TCP به این شکل عمل میکنه. وقتی میخواد یک ارتباطی رو برقرار بکنه، موقع برقرار کردن ارتباط، اول میگن اصطلاحاً یک پکت سین میفرسته یا سینکرونایزیشن. سرور به سمت خودش یک پکیج اکنالج یا تایید میفرسته و بعد دوباره این کلاینت درخواست تاییدیه میده. اصطلاحاً میگن این فرآیند رو بهش میگن سین یا سینکرونایزیشن. سرور پاسخ میده سین اک، یعنی سینکرونایزیشن رو تایید کردم، و در نهایت کلاینت میگه اک، تاییدیه میده. سینکرونایزیشن میشه یک پارچه سازی، سین اک یعنی میاد تایید میکنه اون یک پارچه سازی و اکنالج آخرم تایید میکنه که ارتباط برقرار بشه. این روند برقراری یک سشن از نوع TCP هست. خب که اصطلاحاً چون 3 مرحله هست بهش میگن TCP هندچک. هندچک یعنی دست دادن. خب دست دادن 3 مرحله ای. حالا ترجمه قشنگی نمیشه اما این فرایند بچه خیلی مهمه که شما بلد باشید این رو در TCP. UDP به این شکل نیست.
پس هر جا TCP هندشیک شنیدید یا TCP اینجوری هم میگن تری وی هند شیک هم شنیدید یا دست دادن 3 مرحله، هندشیک 3 مرحله، همین فرایند رو داره میگه. به عنوان یک کسی که داره راجع پروتکل میخونید باید این رو بدونید. اوکی، این فرایندش هست. حالا بچه شما اون دوستانی که میخوان بعدها برن امنیت بخونن، خب من فقط دارم یه مثال میذارم براتون که بدونید اینو برای چی دارید میخونید. بعضی از نوع حملات هست که سرور شما رو بار کاریش رو بالا میبره و اجازه نمیده که در واقع شما خیلی از کارا رو بتونید انجام بدید. بار سی پی تون رو میبره بالا. مثلا چیکار میکنه بچه‌ها؟ فکر کنید یک کلاینتی بیاد 100,000 تا یا 10,000 تا پکت سین بفرسته، سرورش بهش سینک بده، بعد جواب آخر رو نده. ببینید چه اتفاق میفته. سینک اک نمیده کلاینت، سینک اک نمیده کلاینت. این سرور بدبخت منتظره که یکی بهش اکنالج بده ولی تاییدیه نمیده کلاینت. 10,000 تا سشن باز شده، نیمه باز هستش و این سرور لود کاریش، ترافیک سی پی یو و رمش میره بالا. این یه جور حمله هکری میشه. خب شما با دونستن این مقدمات هست که در آینده میتونید این نوع حملات رو خنثی کنید که حالا به امید خدا میخونید بهش میگن حملات DOS یا Denial of Service، حملات از دسترس خارج کردن یا تکذیب سرویس. حالا بماند ما این رو گفتیم تا بدونید. خب راجع به خیلی از مفاهیم الان میدونید. خب دیگه پورت رو میشناسید، میدونید که اپلیکیشن لیر سرویسز ها چی هستن، سرویس های لایه 7. الان دیگه میدونید هر سرویسیم ممکنه کانکشن اورینتد باشه، ممکنه کانکشن لس باشه، یا بهتر بگیم هر سرویسی یا UDP هست یا TCP هستش. خب بچه‌ها من یه PDF رو دانلود کردم از سایت پکت لایف، خیلی PDF خوبیه. به صورت کلی مهمترین پورت های شناخته شده رو نوشته که شما میدید. مثلا رنگ ها رو اینجا مشخص کرده. یکی از چیزهایی که تو پورت شناسایی پورت های باز روی سرورهامون خیلی مهم هستش، بحث اینه که من متوجه میشم چه سرویس های روش هستش. حتی از نظر امنیتی بعضی از مثلا بدافزارها میان یه سری پورت ها رو باز میکنن روی سرور شما با اسکن امنیتی متوجه میشید که آقا یه همچین بدافزار روی سیستم شما وجود داره. مثلا بک اورفیس یک بدافزار هست، ساب 7 یک بدافزار هست. وقتی من اسکن کنم سرورمو ببینم پورت 27374 بازه یا پورت 31337 بازه، باید شک کنم که سرورم هک شده. اوکی؟ اگر دیدم 5554 بازه باید شک کنم که سرورم آلوده است. اوکی؟ و با شناسایی هر کدوم از این پورت ها متوجه میشم که چه سرویس هایی روی اون پورت وجود داره. خب من الان میرم داخل میخوایم یاد بگیریم که چجوری اسکن بکنیم. در واقع من یک سرور رو آماده کردم، یه نرم افزاری هست به نام Nmap. شما Nmap رو باید دانلود بکنید و همزمان با من میتونید اسکن کنید و پورت های بازی سرور رو شناسایی کنید. با من باشید. خب بچه من داخل یه ویندوز 10 هستم، یه سروری دارم که آی پیش از 172.16. من این وان درایو رو ببندم. 16 یکیه که حتی پینگش رو ندارم، نمیدونم اصلا این سرور واقعا وجود داره یا نداره، اما مطمئنم که همچین آدرسی وجود داره. دقت کنید میخوام اسکن کنم ببینم چه پورتایی روی این سرور باز هست و سرویس هایی که روی این هست رو شناسایی بکنم. یه نرم افزاری هست به نام Nmap. شما دانلود Nmap رو بنویسید، نسخه ویندوزیش که گرافیکیش هستش، حالا نسخه گرافیکیش در واقع میتونم بگم اسمش زنمپه. شما داخل این قسمت تارگت آدرس آی پی که میخواید اسکن کنه رو وارد میکنید و نوع اسکنتون میتونید ببینید. میگم مثلا پلاس UDP هم اسکن کن، all TCP ports، مثلا انواع و اقسام اسکن ها رو داره. من یه کویک اسکن فقط میخوام بگیرم، اسکن ساده میخوام بگیرم ازش، ببینم چه پورت های باز هست. اسکن رو که بزنم شروع میکنه اسکن کردن در واقع پورت های اون سرور و به من میگه چه سرویس های رو اون باز هست. مثلا من متوجه میشم که آها پورت 80، پس روی اون سرور سرویس وب باز هست. 53 اسمش نوشته دومین ولی DNS هست قطعا. خب اینایی که ناشناسه رو من میتونم برم سرچ کنم ببینم دلیلش چیه، چه پورتایی میتونه باز باشه. من از همینجا در واقع سیستم عاملی که اونجا وجود داره رو شناسایی کردم. حالا نوع اسکناش متفاوته، مثلا ALTC پورت رو که بزنم اسکن کنه شاید پورتای عجیب غریب تری پیدا کنه و زمان بیشتری ببره. خب ببینید دونه دونه میشینه پورتا رو اسکن میکنه. خب فقط دقت کنید بچه‌ها، این از لحاظ امنیتی دارم میگم، هیچ وقت این اسکن رو روی وب سرورهای اینترنتی، سازمانی، دولتی و هیچ جایی انجام ندید، چون از نظر
قوانین جرایم رایانه‌ای حتی پورت اسکن کردن سرورها هم جرم محسوب میشه. پس این کار از نظر امنیتی جرم هست اگر در محیط‌های عمومی انجام بشه. ولی من با این کارم میتونم متوجه بشم که آقا اون پورت از بیرون باز هست، اون ISP به من سرویس مثلا ایمیل میخواسته بده با پورت SMTP، آیا در اختیار من قرار داده یا نداده، پورتش بسته است یا باز هست. این به این درد میخوره. امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. این رو میتونید توی لابراتوار خونگی تست بکنید و مثلا حالا وبسایت هایی که خارج از ایران هستن رو میتونید اسکن کنید و خروجیش رو ببینید چه پورت های باز هست و تمرین کنید تا با این مبحث بیشتر آشنا بشید. خیلی میتونید توی رفع اشکال شبکه بهتون کمک کنه. من خیلی اوقات پیش اومده مشکل ارتباطی داشتم، همش فکر میکردم شبکه‌ام مشکل داره، بعد اومدم یه اسکن ساده با ان مپ گرفتم، دیدم یه پورت این وسط بسته شده، حتی شناختم که کجا این پورت بسته شده. تماس گرفتم با سرویس دهنده اینترنتی و گفتم فلانجا فلان پورت ما بسته است و رفع اشکال کردیم. خیلی میتونه توی فرآیند رفع اشکال بهتون کمک کنه. آیتی پرو باشید و وبسایت آیتی پرو رو به دوستاتونم معرفی کنید.